یه گام به پهلو، یه پرش. اگه نتونستی و زانو درد داشتی، یه گام به پهلو، پاتو بلند میکنی توی شکم. این تمرین رو 1 دقیقه انجام بده. برای تمرین دوم یه نیمکت داشته باش، اسکواتو انجام میدی، میشینی، بلند میشی. این تمرین هم 1 دقیقه انجام بده. سعی کن بدنتو کاملا صاف نگه داری. برای تمرین سوم حرکت برداگو انجام میدی، دست و پای مخالف رو از هم جدا میکنی و به سمت بالا میبری. 5 شماره مکس میدی و به آرومی دست و پا رو برمیگردونی جای اولش. برای تمرین چهارم با کمک دستام حرکت نی تو چست رو 30 تکرار انجام میدم. برای تمرین پنجم تو وضعیت 4 دست و پا قرار میگیرم، دست رو از زیر پهلو عبور میدم و به سمت بالا هدایت میکنم. 15 تکرار برای هر سمت این تمرین رو انجام میدم. و برای تمرین ششم حرکت پلانک رو انجام میدم. سعی میکنم بدنم رو توی خط مستقیم نگه دارم. اگه نتونستی این حرکت رو انجام بدی، زانوهاتو بذار روی زمین و نی پلانک رو برای 1 دقیقه نگه دار. اگه میخوای خیلی بهتر نتیجه بگیری، رژیم غذایی که آخر این ویدیو گذاشتم رو رعایت کن. ضمناً ویدیو کامل این تمرین رو میتونی تو یوتیوب من ببینی و با همون ویدیو تا آخر تمرین کنی.